خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. فصل ششم، دوشنبه. ده خرده به نام دوشنبه سال 1924 پس از تأسیس جمهوریت مختار شورایی سوسیالیستی تاجیکستان در هیئت ازبکستان پایتخت جمهوری نو اعلان گردید. از این پس در خریطه جهان شهر با نام دوشنبه پیدا شد. ده خرده به تدریج مقام و شکل و سیمای شهر را می گرفت. سال 1929 تاجیکستان به حیث جمهوریت شورایی سوسیالیستی همچون دولتی از روی قانون صاحب استقلال به هیئت اتحاد شورایی به حساب هفتمین جمهوری داخل شد. چون این حقوق استقلال تاریخی به تاجیکان به واسطه از جانب داعی حزب دولت شورایی یوسف استالین داده شد. از اینجاست که در مجلس نخستین تنتنه تأسیس جمهوری به نشان عرض منتداری به داعی قرار شد که به دوشنبه نام استالین آباد داده شود. بعد از آن که سال 1924 در کنار شمالی سرزمین دولت شورایی پتروگراد نام لنین را گرفت، در نقطه جنوبی اتحاد شوراها به نام استالین موسوم گردیدن پایتخت دولت تاجیکان واقعه بزرگ تاریخی بود. سالها گذشتند و استالین آباد شهری آباد و معمور و مرکز سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور تاجیکان گردید. همه باور و اعتقاد داشتند این شهر مثل نام و کارنامه های داعی بزرگمان به همان نام جاوید و ابدی در تاریخ باقی خواهد ماند. ولی معلوم شد که تاریخ را پیشگویی کردن محال است. روزی رسید و استالین فوتید و 2-3 سال از وفات او نگذشته شهرت داعی به نکبت و ملامت مبدل گشت. از همسفان صادق استالین نیکیتا خروشچوف به مسند شخص اول دولت برآمد و سهو و خطا و حتی به قول جنایت‌های استالین را آشکار نمود. این شخص بزرگ را از پایه عظمت به خاک مذلت گذاشت. نام او را از سما و ارض ستردند، از شهر و دهکده ها، قصر و دانشگاه ها برون آوردند. نهایت نوبت به استالین آباد رسید. آنهایی که با شنیدن نام استالین از جای برخاسته به جان و دل کفکوبی می کردند، اکنون به همان جان سپاری کفکوبی ها کرده نام استالین آباد را باز به دوشنبه تبدیل دادند. و از همین وقت سر کرده ما دیگر شهرمان را به دوشنبه نام می گیریم و خاطره های بنده نیز از این پس به همین نام مربوط است. نام دوشنبه را به آن توجیه می کنند که در این موضع روزهای دوشنبه بازار برپا می شده است و از این سبب دوشنبه بازار می گفتند. رفته رفته کلمه بازار حذف شده، فقط نام دوشنبه باقی مانده است. این شرح و توجیه تا جای اساس دارد. در ماوراءالنهر زمانهای پیش بازار در بعضی موضعها نه در جمعه بلکه در روزهای دیگری هفته صورت می گرفته است. از اینجا موضعهایی بودند که به نام هفته به علاوه کلمه بازار موسوم بودند. به گذشت روزگار این موضعها به طرز اختصار به نام هفته ها معروف شدند. در نزدیکی سمرقند شهرچه‌ای بود که آن را جمعه بازار می گفتند. حالا نام این شهرک و ایستگاه قطارها به جمعه معروف است. مثل همین محل پنجشنبه خوجند نیز در اصل پنجشنبه بازار بوده است. همین است تاریخ مختصری نام شهر ما دوشنبه. از اول سالهای 60 شهر ما به دوشنبه نامزد گردید
و ما ساکنان دوشنبه محسوب می شویم. در طول زیاده از 50 سال فعالیت و مشغولیت‌های علمی و ادبی من در دوشنبه جریان یافته است. تمام روزگار خوش و مالامال از عشق بزرگ، ایام جوانی سرورانگیز و پر از برگ سبز و گلهای خوشرنگ من در این شهر گذشته است. ولی دلم و روحم، عادات و عرفم سمرقندی و از سمرقند بود، زیرا خونی تاجیکی رگ مرا در سمرقند به تپش آورده بود و این است که مهر و عشق سمرقند به قول معروف با خون اندرون شد و با جان بدر شود. کمالات معنوی این جانب در دوشنبه صورت گرفته است اگر به چنین مرحله رسیده باشم. کمالات معنوی به انسان خود از خود دست نمی دهد. کمالات معنوی شخص با محیط معنوی جامعه مربوط است. محیط معنوی اساساً از 2 عامل تشکل می یابد. نخست، جامعه به زنده داشتن و در حیات معاصر عملی نمودن سنت‌های گذشته هم ملی و هم بین المللی باید قدرت سیاسی و اقتصادی داشته باشد. این جریان در جامعه به توسط تبلیغ و تجلیل میراث تمدن گذشته و چهره‌های بزرگ تاریخی صورت می‌گیرد. عامل دیگری محیط معنوی ارباب و خادمان نمایان دور و زمان است که بار پیشبرد و رشد و رونق فرهنگ و مدنیت و مکتب و معارف را به دوش خود می‌گیرند. فعالیت پردامنه و روح ایجادکارانه آنها زمینه محیط معنوی جامعه را به وجود می آورد. عامه مردم که زمینه اقتصادی و تولید نعمت‌های مادی را برای محیط معنوی تأمین می کنند، استفاده کننده و بهره برداران حاصل معنوی جامعه می باشند. خوشبختانه روزگار و کار من در طول سالیان دراز با چهره‌های بزرگ تاریخی و سیماهای شناخته و برجسته زمان مربوط بود. خود تخصصی از روی شوق و سوق انتخاب نمودم یا به حکم تقدیر نصیب گشتم، مرا با تمدن گذشته و جریان مدنی زمان زندگیم سخت پیوست نمود. از این سبب نقل روزگار و کار من از این پس با میراث نیاگانمان و فعالیت و همکاری معاصران محیط علمی و ادبی امان علاقمند است. در این میان نام 3 تن بزرگان تمدن ما، ابو عبدالله رودکی، احمد دانش و صدرالدین عینی، گفتن میتوان که معنی و مضمون حیات شخصی و علمی و ادبی مرا فیض و برکات دادند. این 3 تن سیمای درخشان ملت، مضمون حیات جمهوری و مردم آن را به نور خود منور و به رحمت و نعمت جاودانه شان بارآور و پرثروت می کنند و خواهند کرد.